بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جوانان با دختر خواستگار می شود و بعد از فاتحه کشف می کند که آن دختر تماما شکلاً ظاهراً دیگرگونه است و بعداً آگاه می شود که آن دخترک وقتی عکس خود را روان می کند با خیلی فیلترهای زیاد خود را آرای تارا داده عکس خود را روان کرده بوده است. چنین قصه ها بسیار هستند. امروز در جامعه دروغ، فریب و غیره چنین اخلاق های پست چنان پهن شده است، چنان منتشر شده است که در هر یک ساحه میبینی که جاری شده است و دروغ یک خصلت اساسی شده مانده است. خب بنده عطاالله منانی و این برنامه باغ نکوکاران و موضوع امروزه ما و شما صدق است. صدق، راست قولی، راستکاری و چنانه که دانشمندان گفتند و شرح دادند معنای صدق را. صدق یعنی توافق الظاهر مع الباطن. یعنی چه است؟ یعنی معناش چنین است که صدق موافقت کردن ظاهر ما و شما با باطن ما و شما. یعنی باطن ما و شما چگونه باشد، ظاهر ما و شما هم باید و حتما چنین باشد. این را میگویند صدق و این یک خصلت شده است که امروز در جامعه خیلی یک خصلت یا صفت شده است که انسان جستجو میکند، میکوبد، اما متاسفانه کم است و عکس این دروغ و فریب بسیار پهن شده است در جامعه متاسفانه. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه چنین می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یعنی خداوند در اینجا میگوید ای آنهایی که ایمان آوردید از خداوند بترسید، تقوا کنید و کونوا مع الصادقین و همیشه همراه صادقان باشید. در تفسیر همین آیت میگویند انسان با یک بار و دو بار صادق بودن از جمله صادقان نمی شود. همون انسان را صادق میگویند که وی صدق برای وی یک خصلت اساسی باشد. برای انسان اولا یکی از مرتبه های بلندش صادق بودن با خداوند، صادق بودن با نفس یعنی با خود انسان. خود انسان با خودش صادق است و صادق بودن با دیگران. و انسان با خداوند چگونه صادق می شود؟ انسان وقتی ایمان می بیارد، عهد می کند با خداوندش، مؤمن حقیقی می شود و در همه فرمایشات خداوند و منع کرده های خداوند پایبند است. این خیلی انسان صادق است با خداوند خود. و انسان اگر نفس خود را فریب دهد، یعنی خودش را فریب دهد، انسان با خودش صادق نمی شود. و از همه مرتبه آخرانش این همان مرتبه‌ای که چنانه که در جای خدامون میگن دروغ نگو، مردم را فریب نده، این آخرانش است که با مردم صادق بودن. همین آیتی که ما تلاوت کردیم در سوره توبه در بابت 3 نفر نازل شده است. 3 نفر از صحابگان در باب توبه آمده بود این قصه. 3 نفر از صحابگان همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک اشتراک نمی کنند. تمام صحابه ها می روند. در مدینه از همون جنگ منافقا، صاحبان عذر و 3 نفر از صحابگان نمی روند. این قصه را قصه دراز از کعب ابن مالک، یکی از همون 3 نفر که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتراک نکردند و رفتن نتوانستند، نقل میکنم. قصه دراز است اما یک جای مهمش در این است که و سبب نازل شوی همین آیت هم همون است. کعب ابن مالک میگویند که من برای خود راحله یعنی سواره خود را در جنگ پیشتر با اشتر با اسب میرفتن، من سواره های خود را و سلاح خود را آماده کرده بودم و من در یک حالتی بودم که بسیار قوی بودم، پرقوت بودم
صاحب عذر نبودم، یگان خیلی بهانه، یگان خیلی عذرم نبود. اما چی شد که من رفته نرفتم. همین خیلی تنبلی کرد همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم. و شنوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه صحابه برآمده رفتن، گفت که خیلی میرم، حالی میرسم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر رفتند و کعب ابن مالک در مدینه ماندند. همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم نرفتند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از تبوک برگشتند، تمام منافقان رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، قسم به نام خدا من فلان عذرم برآمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله، خوب. همه منافقان را یگان چی نگفتن جوابشان دادن. اما وقتی کعب آمدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن تو رو چی من کرد؟ کعب ابن مالک در اینجا میگوید که اینی اوتیت جدلا، من یک مردی بودم که بسیار در سخن انسان بای بودم، میتوانستم هر نفری که در پیشم است قناعتمند کنم. حتی دروغ باشدم من میتوانستم که یگان گپی دروغ گویم، از همون موقف، از همون گفتی گپا سیتواسیون برایم. اما میگه در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نتوانستم. صدق میگه میتوانستم که یک چی بهانه کنم، یک چی گویم برایم از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، لیکن نشد. صادق بودن. گفتن یا رسول الله من یگان عذرم نبود، لیکن نرفتم همراه شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک تبسم غضب‌آلود کردند و گفتن خیز رو. تصور میکنید 50 روز پیامبر صلی الله علیه و سلم و تمام اهل مدینه با کعب ابن مالک حرف نزدند. تمام صحابه ها همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم، همراه کعب ابن مالک و 2 نفری که نرفته بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم قهری و جنگی شدند و سخن نکردند. کعب ابن مالک میگوید که همین خیلی زمینی وسیع برایم تنگ شد که گویا گفتم که همین زمین کفد و من زیر زمین درایم. صادق بود. نتیجه اش را تحمل کرد کعب ابن مالک. بله، صادق بودن در ظاهر نتیجه های شاید وزنین برای انسان بیاید، اما وقتی انسان عاقبتش را فکر میکنه، عاقبت صدق را الله حق سبحانه و تعالی از آسمان تابع اینها را پذیرفت و سوره نازل کرد، آیات‌های نازل کرد که الله گفت من تابع اینها را پذیرفتم، قبول کردم. با یک صفت صدق. میتوانست که دروغ گوید اما نگفت، صادق بود. همراه خودش صادق بود، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم و همراه پروردگارش صادق بود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنه و ان الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. البته صادق بودن هدایت میکنه به چی؟ به نیکی. و نیکی انسان را به چی میبره؟ به جنت. نتیجه صادق بودن چی است؟ جنت است. و ان الرجل لیصدق، در روایت دیگر و یتحری الصدق، یعنی پیامبر میگویند که مرد همیشه کوشش میکند، یتحری، کوشش میکند که همیشه صادق باشد، حتی یکتب عند الله صدیقا، و در آخر در نزد الله صدیق نوشته میشه. مرتبه بلند، صدیقین، انسانای صادق. عکس این را تصور میکنید چی است؟ عکس صادق چی است؟ منافق، انسان منافق. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود میگه آیت المنافق 3، نشانه منافق 3 است. یکی از آن چی است؟ و اذا حدث کذب، وقتی سخن میکنه دروغ میگوید. نه تنها در سخن، در اعتقاد هم اینچنین. منافق چگونه انسان است؟ منافق یک انسانی که باطنا کافر است و ظاهرا خودش را به ایمان، یک انسانی به ایمان میگیرد، یا باطنا یک انسانی که ایمانش ضعیف، یک انسان فاسق و فاجر است، ظاهرا خود را انسانی به تقوا میگیرد. الله پناه دهد. در دوام حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم و ان الكذب یهدی الی الفجور
و این الفجور یهدی الی النار و این الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا. متفق علیه. و دروغ هدایت میکند به چی؟ یعنی با فجور، فسق و فجور. و فسق و فجور انسان را به چی میبرد؟ به جهنم میبرد، نعوذ بالله. و یک مرد میگویند پیامبر صلی الله علیه وسلم لیکذب، دروغ میگوید، و یتحرى الکذب، و کوشش میکند دروغ گوید، حتی یکتب عند الله کذابا، و در آخر در نزد پروردگار کذاب، یک انسانی منافق، انسانی دروغگو نوشته میشود، نعوذ بالله. تصور میکنید انسان گاه اهمیت نمیدهد. امروز خواه نفری که تاجر باشید شما گوش میکنید، خواه طالب علم هستید، خواه پدر، خواه مادر، تصور میکنید امام بخاری روایت شده است که امام بخاری از یک نفر میشنوند که حدیث روایت کرده است و جستجو میکنند، میرند به نزدش، میبینند که همون نفر مالش را فریاد کرده ایستاده است، به به میگوید و در دامنش نه علف است و نه طعام است. میبینند که یعنی مال را فریب داده ایستاده است، دروغ گفته ایستاده است. چیکار میکنند؟ تصور میکنید؟ قبول نمیشد حدیثش، از همونجا برمیگردند، قبول نمیکنند. نه انسان را، نه پدر و مادر را، نه یک برادر مسلمان را، نه یک حیوان را قبول نمیکنند. دیگر از پیش چشمشان میافتد و انسانی که یک نفر را فریب میدهد، نوبسته از کی است تو چی است. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرزندان رو گفتند که یک صحابه بود فرزندش رو فریاد میکند، در دستش یک اونچینه بود، بیا بعضا میشد که بیا من این قند رو میدهم، شیرینی رو میدهم، گفته همه خیلی فند و فریب میکنند فرزندان رو. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند این دروغ میشود. تصور میکنید تا کدام اندازه؟ برای همین الله سبحانه و تعالی ببینید که تمام از همین دروغ های مایده چوده، تمام حیات ما و شما با چی شده است؟ با دروغ. یک روز یک چند نفرها انسانهایی بودند که خرید و فروشی با خرید و فروش ماشین مشغول بودند. میگویند که ماشین ها از گرمانی و از پریبالتیکا میبیاریم. البته ماشین هایی چی است؟ ماشین هایی که در صدمه دچار شدگی یک استای میگوییم استا خوشرو میکند، گویا همون ماشین رو نو مثل چه خیل پیشینش بود همین خیل میکند و بازار میبرایم میفروشیم. وقتی خریدار میپرسد، تصور کنید خریدار میپرسد که همین ماشین شما زدگی است یا نیست، به صدمه دچار شدگی است، بیچاره هم نمیدونه. همون نفرهایی که با همین تاجرایی که با ماشین سودا میکردن گفتن که ما همین چیز رو نمیگوییم، وقتی میگوییم که زدگی است نمیگیرند ماشین را. و همین در بازار، در تمام ماشین بازار پهن شدگی است، همین طور میکنند. اگر تنها ما همین کار رو کنیم و حقیقت همون کار رو گوییم نمیگیرند. البته حاضر باز یک چیزها برآمده است، سایت ها برآمده است که انسان میتواند تاریخ همون ماشینش را بیند. این چیزها به فکرم نو پیدا شده است، اما این سوال ها چندین سال پیش بود، لیکن بسیار میپرسیدند که یعنی میخواهد که چیکار کنه؟ دروغ گوید، حرکت میکند مال دنیا را به دست بیارد اما صادق نباشد. در آخر میگفتند که خوب استایت را بیار و ببین چه خیلی هست مالم، همین طور خودت قناعتمند شده بگیر. بیان نمیکند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرمودند البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا و بینا بورک لهما فی بیعهما. خریدار و فروشنده تا خرید و فروش کردن، تا عقد کردن، تا بیع کردن اختیار دارند و اگر صادق باشند و بیان کنند، فروشنده عیب‌های مالش را بیان کند، بورک لهما فی بیعهما، در همون بیعشان الله برکت می‌دهد. و این کتم و کذب محقت البرکه، اگر پنهان کنند، اگر دروغ گویند، بیان نکنند، برکش را الله حق سبحانه و تعالی میبرد.
برای همین امروز شکایت میکنیم که برکه نیست، در تجارت برکه نیست، در مال برکه نیست، در زندگی برکه نیست، در سلامتی برکه نیست، در فرزندان برکه نیست. همه این سبب در چی بوده است؟ از ما است که به ما برمیگردند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را همیشه با خودش صادق گرداند و با مردم صادق گرداند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله صادقین گرداند و همیشه باطن ما و شما را موافق ظاهر ما و شما گرداند و الله سبحانه و تعالی هم در این دنیا و هم در آخرت سربلند و سرفراز و سعادتمند گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.